سلام علیکم. سلام علیکم. خیریات بخیر. جون شما جو یاراستی. خیریات بخیر. شکر دنده باشیم الحمدلله. کیستان کار شما نه؟ بله برارمه. میگم خلیفه جو. بله. سگونه چی میگم با شما؟ برای یک 10 دقیقه هم یک سنگ فریز خود شما بکاره. همین باغچی پیشتر از مانه. دیروز ما هم اینجا کمی سنگکاری داشتیم. همین سنگ فریز ما بسخ ببردیم که تیار کنیم. گفته که 2 روز بعد بیاد. فقط ولی بهم 1 سنگ 50 سنتی ما میته گیر کردیم که همون برش بکار داره کار ما میته تعطیله. ما چی خدمت کنم برای خور بگردم؟ شما خیر بینیم برای یک 10 دقیقه همین سنگ فریز خبر داریم بریم همینجا هم هرچی از اینی هم میشه ما به شما میدم همین سنگ برش سنیم بیاین که کار ما لاکه. هم یک برش کار شما بنده؟ بله. مشکل به یک برش نیه، مشکل به پولی هم نیه. اما الان ما خود شما میرم و سنگ شما برش میزنم و به خدمت شما. نمیشه خیر بینیم برو هر چند که حساب شما میشه به شرط که از ما بستون. نه مشکل به پولی به کل نیه. نه دیگه شما بمیتی به زحمت شما نیم که شما از اینجا بریم و پول ناز کنیم. شما ببینید که ونی بیام امروز خود ما کردن دیگه آیا یک برش سنگ که یک دقیقه یا 10 دقیقه کار داشته باشه ما به خدمت شما. خیر بینیم برو تشکر. خیر بینیم برو خونه آباد. خیلی ببخشید دیگه برو. خیلی گپ بینی لالا مشکل ندارم ما به خدمت شما. کار بدین کار داریم. وسیله داریم خود خوب. وسیله ندارم نه. شما وسیله چیزی دارید؟ بگیریم بگیریم وسیله توی ایدام میتون بگیریم. ما یک سکیله بگیریم دست. خیلی ببخشید برو. لحظات بدیم به شما. ای بابا چه کار لالا؟ کلیار می اشتباهی آوردم 10 دفعه این مادر خوبه گفتم اشتباهی کلیا بابا این کلیا دهن باغچه نیه. حالا ما چه کار کنم برات خوبه کردم ما کارگرم ما یک لحظه ما یک لحظه یار لالا نیه می کار که پیش در پیش نفته که میتونه شما یک 5 دقیقه اینجا بشینون که می کلیار ما برو مسرا بیار با مادر خو میگم که کلیار اتا کسی مور میداریم با پس بگذاریم. حالا کلیا به خونه مونده؟ کلیا به خونه مونده برام 5 دقیقه اینجا شما بشینید برو. حالا زودی بیای که ما از کار نفته کنم که ما کار خیلی کلی با بالی اون لالا ورادش کن. سه برو جو بشینیم الان حالا زودی بیایم دیگه که ما کار داریم دل جمع باشیم برو بشینیم الان. مشکل بدینیه برو جو هر چی حساب شما پولا شما میدم. پول کارگری شما میدم. تو همال بیا مشکل نداره همال می در باغچه خواه میکنی به تو میگه بیلا یه از که رفته 1 ساعت میشه میمینی شیشته امی برک کلی شد برک کلی را باقی از که سلام علیکم. سلام علیکم. بلاشتانی سلامت خیریت خیریت باشه خوبه کلیات دست شما رای کردم لالا یا چی؟ یک برادر بیا آورد مر بدم همین سرا آورد گفت ما یک سنگ داریم 10 دقیقه کار داره بیا اومد اینجا کلیا را از کسی خوب در کرد گفت کلیا به خونه بمونده میرم که کلیا رو بردارم برابر کلیا 1 ساعت میشه من اینجا شیشته یم گفتک سنگ داریم برش میزنم ها دیگه در همین باغچه همین جا ما دیگه با کجا میرفتم از اینجا که ما تکون نخوردم راه ما بخشش باشه مکو این باغچه از مانه من یک پیاره دارم یک برادر خورد دارم منو خلاص دیگه کسی نیه این باغچه هم از مانه نیم مال 10 سال این باغچه 10 سال میشه تیار کرده نه سنگ برشی داره نه کار ساخت و ساز نمیداری من برای نمیتونه نگاه کنه ساختمان تیار کرده که اندازه یک پشت نخون اینا کار نیه این ساختمان بخشش باشه با 8 نفری بیده برار خوبه گردم آدم چاقی بود چارشونه بیامد به سر کار ما گفت 10 دقیقه کار دارم این سنگ فریز خوربر داریم سنگ قلم بکنم من گفتم خوب مشکل نداره وقتم بیامد ببینید اینجا بیامد کلیار به دروازه ناک کلیا نفتاد گفت اگر گذاریم مرگ برام این کلیار از سرا آور دارم که یاد ما برفته
سکل مرسوار شد کلیار هم وردش وقت برابرات کار خان 1 ساعت میشه اینجا شیشته سکل شما سوار شد بره و ها دیگه پس چی پیاده میرفت خود که سکل سوار شد بره ها مبارک باشه چرا نداره غم نداری بوز بخیر پاکت نه شی تو سر شما از دبی خرید چار که دوز دو سکل شما سوار شده برفت این باغچه که دست تمونه اینجا میگم از یک پشت نخون کار نیست ساختمان تیار کردی باغچه لوکس تیار کردی ما سنگ بورش گپان یک بریم راست سنگ پرز بریم گپا بریم یعنی میگم او لاله از این باغچه نبوده اونها رو خورد بکردیم اون نفر دوز به سرش ما شریف از شیره میدید سکل سوار شده برو کنه میری بفهمیدین لالا میتونیم از این معلم بپرسیم که می صاحب این باغچه اشته نفر کی هسته بیان آدم موسفیده که رو بازار کار داشتن برفتن بازار نه که زنگ میزدیم می آدم میدیدیم اون نفر دیگه کس بوده بریم برو جو برو شما میگیم تا نفر نداریم شما نه برو رو خود بگردم اینا هم همسایه‌مون هم بریم از هر کی میپرسیم میگیم این باغچه در زرد اسکینه اون نفر داستان خود پیاده کرده و برفته فیلم بازی بوده سر شما کلا رفته سکلک شما بیلا خدای در و در کنه که در و در کدمه امیت 420 ماهی هم بوده که امیت داستان به سر شما بزی نکده گوش کشیم سنگ فرز دست تو نگاه کن با بیلا اشته 420 تا پیدا شدی بخته بلوغ کرده که بیا اینجا سنگ برگشتن سکل سوار شده برفته هستم بگم تلفن شب کجا بودی گل سبم یار پیش یار خود گل سبم یار وا وا گل سبم گل سب با سرخ و سفیدم گل سب دستمال تو میان گندم دیدم بله شتنی برو شتنی جنجره خیلیاته فضل خدا جانت جوره دلنا باشه لالا جو یک نفر ندیدی که بالا یک سکل سیاه سوار باشه چاقی باشه یک سکل سیاهه؟ آه. نه ندیدی کجا بوده رنگ تو همیت چاقه که بیدم تو چارشونه نه ندیدی؟ برای من که چهارشانه نیم من 2 شونه دارم خب حال غم از این گپ نیه الا کرد از این گپ یعنی ندیدی میگم نه خدا سکل در و سیاه بدر چهارشانه کنه سکل سیاهی بود یک آدم چاق چارشونه بالا سوار بود گفتم ندیدی آها نه برا نه اینجا خود سکلا کم از این بر میره چهارشونه رو حالا میبینم از شما پرسان نکلالا کمر در و بدر کن چته؟ دعا که خدای تو آدم رو در و بدر کنه سر بار میته بمی عمر خورمه به تعمی کارا کار کردم میته سانه که امرو به سر مامد طول نامده بود نه ها دیگه سکلک زیر پامر سوار شد مر پیاده کدش خود خور سواره کرد کی بیده برا؟ دوزی پس کی میبره دیگه سکیل کی میبره تو میبری یا که دیگه میبره دوزی بیامد با شما گو تک سکی خور بدیم به من نگو سکیل خور بدیم به ما گفت اکبر من میتا کار دارم سنگ یامور بریم قلم کو من خودی سنگ فریز بخستم بیام آمدم باغچی آمدم گفت کلیا از یاد نبرفته گفت میرم کلیا را اصلا خبر میدارم برای کلیا ورده تا امروز میره انا من اینجا پادر هوا بموندم که چه کار کنم یعنی گفتم ندیدی نه برا خو اگه ببینم شیرینی من میچسبه بیارم بیشتر نمیچسبه برا رو خور بگردم تو یک دفعه اگه دیدی کش کرده به پیش میبیا سک شیرینی طور میدم یا نه خوبه از این منطقه ایتام بله از این منطقه آخر ما هون سر ما هون منه خدای پاک دعا کن که در و در کنه که مسلمانایی که بیچاره تفلک میگه ما امور گلو زانه بچه خوبه گرفتم ما سکل بخریدم قرض کردم همین اندوز بردن بعد از کجا پول پیدا کنم برام سکل بگه بخرم برا خوبه گردم سکل از گلو زنه بچه خود گرفتیم بابا جان همین نون از گلو زنه بچه خوب بزدم همین پول قایم کردم برام سکل خریدم پاکستانی راستین خیلی دیگه پای رفیق اون پیار خوب گفت 5000 کیلو ما بیاره دیگه و چرا با خودی اونو میگی؟ وزو هر چی میگم خود خود کری میزن نمیشنوه امرو به سبا میکنه سبا پس چیکار کنم نداره اگه داشته باشه بیا میده پولا شما اشته کاما اشته نداره کامال سکل سیاه زیر پای بود صفری نو چی؟ او سکن صفری بزیر پا پیار ببو او دیگه 20000 قیمتی بود دیگه بگو زرگ سکل نه خبی هم پولا مردم بده قرضا خوب بده
یعنی تو بدیدی شکل سوار بود؟ ها اشته ندیدم. لالا جو ما نیو خورده خونه داریم با پیار ما میره شکل میکنه اما گوشنگی لی میزنه. چه تا گپ موف میزنه. هم نیم ساعت جلوتر رو بدیدم سکل سیاه من موندانشی هم سر پلواش اشته بیدم. ما چون به خدا من نمیفهمم. بگو دیگه بگو من پولم ری کن دیگه. سرا رفتی خبر بده با خوب. خوبه باشه و تو خبر بده. آیا تو نره. سیه. خدافظ.